ای بابا باز این داداش چترت اومد اینجا. به تو چه؟ مگه جای تو رو تنگ کرده داداش گوگولی؟ جای منو تنگ نکرده. شب که وسط ما خوابیده، یخچالم که تا ته روفیده، لباسای منم که پوشیده، صبح تا شبم که رو مبل لشیده. چیه انتظار داری داداشم بفرستم بره اون خواهر لکلکت بیاد جاش؟ پشمک انقدر بالا پایین نپر، من دیگه ندارم پول مبل بدم. الان فنرش میپره میخوره تو سر خواهرت، همین یه ذره عقل ناقصی هم که داره از بین میره. با ما هم بودی؟ آخه بدبخت همین مبلم از صدقه سری من داری. آخه کی زنه یه کچل بیریخ میشد؟ من بهت لطف کردم زنت شدم. ببین من الان تر میزنم وسط این مبلی که جایزیت باشه. خب از جفتتون مترفرم. عشقم این عالیه. آره منم راضی بودم. داداش همین خوبه، همین رو میبره. بله حتما. خوب شد فروشگاه اینجا همو پیدا کردیم و وگرنه تا مدت ها نمیتونستیم مبل مورد علاقمون رو بخریم.